محمد یک الگو بود، یک سرمشق بود و یک راه را از خود باقی ماند. از پشت او همه قتل و کشتار و چور و چپاول و تاراج یک سیستم فکری و یک رسم زندگی از محمد به جای ماند. محمد تا که زنده بود از مکه و مدینه بالاتر نتانسته بود چور پرته. همین تاراج محمد همین کاروانایی بود که از اینجا تیر میشد یا کسایی که در منطقه خانه داشت، یعنی می قومای بیچاره را چور مینداخت. و غزوات محمد بخونین، ما را دو نزنین، غزوات محمد بخونین، اگر همون رقم نبود باز بیاین دو بزنین. ولی بعد از اینکه محمد میمرد در می وقت آخر محمد این طرف ها را بیخی لوف کرده بود، دیگه چیز نمانده بود. تازه می چی را رایی میکنه یا بچه زید رایی میکنه به طرف شام بره، دوست کاروانه را چور پرته.